آیا می‌دانستید دوربین عکاسی مستقیما از ساختار و عملکرد چشم انسان الهام گرفته و کپی برداری شده است؟ مقایسه عناصر دوربین و چشم. لنز الهام از عدسی چشم. دیافراگم الهام از مردمک و عنبیه. فیلم یا سنسور الهام از شبکیه. جعبه تاریک الهام از اتاقک تاریک داخل چشم. ابن الهیثم در کتاب المناظر برای اولین بار دقیقاً ساختار چشم را توصیف کرد و سپس جعبه تاریک را ساخت که اساس همه دوربین‌های بعدی شد. او صریحاً گفت که این جعبه را بر اساس نحوه تشکیل تصویر در چشم انسان طراحی کرده است. جوزف نیسفور و لویی داگر سازندگان اولین دوربین‌های عکاسی مدرن صراحتاً گفتند که هدفشان ساختن چشمی مصنوعی بوده است. خداوند در سوره ملک آیه 23 می‌فرماید: بگو اوست آنکه شما را بیافرید و برای شما شنوایی و چشمها و دلها پدید آورد. آری، چشم، شاهکار بی همتای آفرینش و الهام بخش دوربین‌های ماست.